خب دوستان سلام. تو این ویدیو آموزشی میخوام یکی از مهمترین نکات سئو که خیلی جاها معمولا بهش اشاره نمیشه رو بگم. اینم که اینه چطور استراتژی صفحه لندینگ مشخص کنیم برای کلمات کلیدیمون. معمولا خیلی اینجوریان که اول میان صفحه لندینگشون رو طراحی میکنن بدون اینکه بیان رقبا رو آنالیز کنن، بدون اینکه استراتژی بچینن و کلا این باعث میشه که به دردسر بیافتید دیگه. میبینید با یه دونه کلمه کلیدی مثلا رقبا با دسته محصول اومدن بالا، شما با مقاله اومدی بالا دیگه، کلی هم اومدی هزینه ریپورتاج کردی، لینک سازی کردی، همه چی هم درست میکنی، بیشتر بالاتر از صفحه 3 نمیتونی بری، یعنی از میای تا صفحه 3 دیگه نمیتونی بری، دو هم کنه، یکم دیگه نمیتونی بیای دیگه. پس استراتژی درست کردن صفحه لندینگ برای کلمه کلیدی خیلی مهمه، اینو باید در نظر بگیریم. معمولا چیزی هم که دیدم سوکارا نمیگه، معمولا همه در حد تایتل و دیسکریپشن و سرعت و تکنیکال، چیزهای کلی، چیزهایی که آسونه رو میگن، اینا رو نمیگن. خب شروع میکنیم. ببینید شما فکر کن یه دونه سایت داری که موضوعش اینه که میخواد موبایل کار کرده بفروشه به مشتری. شما میخوای ببینی آقا من این کلمه خرید موبایل کار کرده رو بخوام تو گوگل بیارم بالا، باید چطور بیارمش بالا؟ اون فروشگاه هم باید چیکار کنم؟ باید دسته محصول بزنم، مقاله بزنم، یه صفحه لندینگ شکیل طراحی کنم، یه قسمتش محتوایی باشه، یه قسمتش محصول باشه. دقیقاً باید چیکار کنم؟ اینو من امروز به شما میگم که باید چیکار کنیم. ببین شما اول توی گوگل سرچ میزنی، خب میخوای موبایل کار کرده بفروشی دیگه، بس کاربر چی سرچ میزنه؟ خرید موبایل کار کرده. خب اینو مشتری سرچ میزنه. خب ببینید وقتی خرید موبایل کار کرده رو میزنه، خب کدوم سایت ها میاد؟ اول این سایت اومده، حالا برندش گوشیکار، بعد دیجیکالا اومده، بعد دیوار اومده. وقتی شما این سایت ها رو میبینی اینا رقیب شماست که تو صفحه اول شما 10 تا رقیب داره، رقیبای اصلیت هم این 10 تاست. وقتی شما اینا رو میبینی، خب دیوار که خب مشخصه دیگه، همه توی دیوار دنبال گوشی کار کردن. به خاطر اون گوگل وقتی میبینی که کاربر میاد بیشتر رو تو دیوار میگرده دنبال گوشی کار کرده، دیوار رو اون دستشو میاره اینجا. ببینید این سایت هم اومده اینجا، این سایت که اول اومده بود اسمش گوشیکاست. ببینید نگاه کنید، یه دونه کادر درست کرده واسه هر شهر. شما آگهی هایی که مربوط به موبایل کار کرده است اینجا وجود داره و خب شما میفهمید که شما باید یه دونه اینجوری سایت درست کنی و موبایل های کار کرده تو بذاری اونجا و مثل این رقیب. ولی خب من توصیه نمیکنم دقیقاً، من دیجیکالا رو بیشتر قبول دارم. حالا اینجا ما چون ممکنه دوچار سرچ محلی شده باشیم، خب این اول اومد، ولی خب دیجیکالا معمولا اول میاد و کارش هم اصولی تره. دیجیکالا چی کار کرده؟ من دیجیکالا رو ملاک قرار میدم چون آینده هم هست دیگه. ببین دیجیکالا، ببین اومد یه دونه صفحه لندینگش به صورت کاتگوریه. خب کاتگوری های دیجیکالا معمولا اینجوریه، شما وقتی کاتگوری رو دیدید یعنی خب بدونید این کاتگوریه، ولی این صفحه اصلیه. من توصیه نمیکنم سعی کنید با صفحه اصلی بیاید با این کلمه بالا. صفحه اصلی رو حالا مشکلاتی هست تو بحث پنالتی و اینا، رقیبا یکم اذیت میکنه، ولی صفحه لندینگ بهتره، اختصاصی تره، اصولی تره که بیاید صفحه لندینگ بزنید. دیجیکالا اومده این کارو کرده و بعد اومده گوشی ها رو گذاشته، ولی خب متاسفانه ناموجوده. یعنی دلیل اینکه این سایت اومده بالا بس مشخص شد دیگه، به خاطر اینکه گوشی‌ها کار کرده که تو دیجیکالا هیچ کدوم موجود نیست. کاربر سریع رو میبنده بعد میاد اینجا. این بونس ریت این چی میشه؟ بونس ریت که همون ضریب فرار تو سئو. ولی این سایتی که هر چقدر مشتری بیشتر ببینه بونس ریت ضریب فرار میاد پایینتر، خب گوگل متوجه میشه که این صفحه اهمیتش بالاتر میره، توی نتایج گوگل هم میاد بالاتر. خب دیوار هم که سومه دیگه، ولی دیوار درسته. ببینید مال تهران رو میاره دیوار، چون معمولا از تهران سرچ میزنن میان رو این لندینگ، بس میفهمی که یه رقیبت هم دیوار هست. بس فهمیدی کلا باید یه دونه دسته بزنی و
توش محصول بذاری، محصولاتت هم که همون چیه؟ موبایل کار کرده است. اینو متوجه شدیم. حالا بریم یه کلمه دیگه. کلمه دیگه مثلا بزنیم خرید کیف چرم. خب خرید کیف چرم زدم، اول دیجیکالا اومد. خب دیجیکالا معمولا تو کلمات که مرتبط با خریده و فروشگاهی میاد، با همیشه میاد خط 1 و 2 3 معمولا. خب ببینید دیجیکالا رو ما باز میکنیم. اینا رقیبای شماست که تو این کلمه کی داریم استراتژی میچینیم. خط 1، این خط خط 2، اینم سایت خط 2. اینا میشه رقیبای شما. میایم ببینید بعد دیجیکالا اومده دوباره یه دونه دسته ایجاد کرده، محصولاتش رو گذاشته و خب موجوده دیگه اینجا، چون موجوده بس اینجا میاد خطی، چون کاربر بیشتر میمونه و اینکه چون برنده کاربر معمولا تو همه جای دنیا اینجوری به برنده خیلی احترام میذارن، حتی اگه گرونتر باشه باز میخرن، خاطر اون که دیجیکالا بالا مونده. بعد میایم کدوم سایت mentoafshal.com. خب این سایته مانته چی؟ آره بعد میاد این سایت میشه که اینم دوباره ببینید با یه دسته اومده ولی با دسته زنانش اومده بالا. خب ولی من توصیه نمیکنم شما فقط زنانه رو بزنید، شما یه دسته کلی بذارید مثل دیجیکالا، هم زنانه هم مردانه. کیفا رو میذارید و میبینید کیفا رو آورد تو این دسته. شما اینجوری میایید صفحه لندینگتون اینجوری میکنید. خب اینا شد فروشگاهی. خب یه موقع سایتتون خدماتیه مثلا مثل چی بگم بهتون، مثلا شما یه دونه شرکت داری مثلا پلاستیک تولید میکنه، میخوای با کلمه مثلا ما فروش تولید پلاستیک بیای صفحه که گوگل، این دیگه سایت میشه خدمات دیگه، فروشگاهی نیست. بیاید توی کارهای تولیدی ببینید وقت تولید پلاستیک میزنیم. خب ببین اول وقت نگاه میکنی اینا رقیبای شماست دیگه، چیا میاد اول ببین نوشته مراحل تولید نایلون و نایلکس. خب این سایت میاد. چرا این سایت میاد؟ اینو دارم میگم بهتون. وقت تولید پلاستیک میزنی خب مشخصه دیگه، کاربر دنبال اینه که آقا ببینه پلاستیک چجور تولید میشه. خب بیشتر هم از پلاستیک مشخصه دنبال نایلون و نایلکس بودن. خب خاطر اون گوگل آورده بالا، اومدن موندن تو این سایت. میبینی آره اومده یه دونه بنر زده، بعد این میبینید مقاله ایه، صفحه لندینگش یه ویدیو هم اینجا کار کرده، ببین این صفحه لندینگ مقاله ایه، بعد کامنت داشتم هست. یعنی شما اگه بخواید با این کلمه بیاید بالا باید یه سایت صفحه لندینگش باید مقاله باشه، چون این صفحه اصلی نیست، یه دونه مقاله است با اون اومده بالا، باید مقاله باشه صفحه لندینگتون. بعد دوم اومده چی کار کرده؟ لیست کارخونه هایی که تولید نایلون میکنن و اومده گذاشته. بس الان ما فهمیدیم وقتی کسی که تولید پلاستیک داره سرچ میکنه کار من نیست، ولی میفهمم که دنبال تولید نایلون و نایلکس و اینجور چیزا، من دیگه نمیرم واسه خودم یه لندینگی درست کنم که عنوانشو بذارم آره مثلا تولید پلاستیک میکنم. منم میام دقیقاً مثل رقبا عمل میکنم، یه چیز شبیه اینا رو همه رو نگاه میکنم، خط 1 تا 10 یه چیز شبیه اینا رو دارم میزنم. ببینید دوم اومده چیکار کرده؟ آره کارخانه تولید نایلون در ایران. خب شرکت ها رو گذاشته، ببین شرکت وزین پلاس فلان اسمش، این هم اومده شرکت ها رو معرفی کرده. ببین بس مشخص شد کاربرا که سرچ می‌زنن نه تنها دنبال اینن که ببینن چه جور میشه نایلون رو تولید کرد، دنبال کارخونه ها هم هستن چون میخوان باشون ارتباط بگیرن سفارش بدن. پایین‌تر هم برید دوباره آموزشی، ببین اینم مقاله است، اینم دوباره مقاله است در مورد چگونه یک کارخانه پلاستیک رو اندازه کنیم. اینم میشه دوباره مقاله‌ای، سرعت سایتش هم پایینه، یکی از معیارهای سئو که سرعت سایتت خوب باشه، یکی از دلایلی که این خط 3 بخاطر اینکه سرعتش پایینه. ببین این گرافیکش هم حالا خوبه. خب تقریبا یکی گرافیک سایت که خط 1 با خط 3. این هم حالت محتوایی داره دیگه، اومده
بهتون گفت آموزش داده که چطور میشه مثلا یک کارخونه پلاستیک رو راه‌اندازی کنیم. پس میبینید که تو این کلمه داستان چی شد دیگه. رقبا یکی مراحل تولید رو گفته، بعد این لیست کارخونه گذاشته، اینم که دوباره همون داره آموزش میده. پس میفهمید که باید شبیه اینا عمل کنید. شما مراحل تولید رو باید توضیح بدید، حالا میخواید کاملتر کنید، هم لیست کارخونه ها رو بذارید هم مراحل تولیدش رو بگید. اینطوری میتونید سریع بیاید بالا. اگه استراتژی صرف لندینگ شما، یعنی اون چه درست میکنید درست باشه، رقبا آنالیز شده باشه، اونور توی لینک سازی خارجی وقتی ریپورتاج میزنید، حالا لینک سازی میکنید، فرآیند دیگه درست باشه، سریعتر میتونید بیاید بالا. و این توی بحث سئو خیلی مهمه که خیلی از دوره ها نمیگن. خب این جلسه هم تموم شد. اگر سوالی داشتید توی کامنت ها مطرح کنید. بدرود.